توجیکان تیجه تقدیم میکند. جانت درد کرد قراجان. عذابی که شما با دیگر آدمان داده اید این هیچ است. قماندان یگان خطاگی شده است. ما رو در این جایها همه میدانم نامتان مشهور شده است. آقا یگان کاری کن که از ما به کسی ضرر نمیرسد. از مردم پرسید و همشان کار داده ایم و همشان نان داده ایم. لازم آید میپرسیم. حکمت نعمت را خیلی از خودت میبینی خمید. در سخن احتیاط کن. باز نگویند که بانوی خوش خورانده با چوبش چشممان را میکابند. سردیه دستانم را عبدی برداشت سردیه این سو گذار. استا استا آقا زنجیر رو بندید. گناهی من چی؟ برای شخص شوبناک را پنهان کردنتون شما را هم مهمان کردنم لازم. جدا خوابیدن دو برادر رو نمیخواهیم. این را با دیگر ماشین سوار کنید تا گرفتن بیاناتشون با یک دیگر گپ نزنن. شما دنیای ما را جدا کردید لیکن یوسف معلم دردتون را میفهمیم اما از این پسش را به عدالت گذارید. میترسم قماندان که باز یگان علاجش را یافته جانشان را خلاص میکنند. امشب براحت بخوابید. اقلا امشب. خلیل که آمد گپ زنم که پگاه همه دیهگی ها را جمع کرده بیارد. دستانم را بوسیده نیت کنند. یک دو کیرمی تخته پیدا شد گفته بیشه کلان را به صاحب نشمارند. یوسف بچم. لبای سید بابا. خواهی مرا انتظار نشو. من زود مونده میشوم. مرا ببخشید سید بابا. غضبم با پایم زد است این بیگاه. قهر و غضب که به انسان یار شد از آن جدا شدن مشکل. باید تنها با پای نه با عقل و دل رخ نمیزند. پیش رفته نمیتوانی تا آدمی که از راحت مشکلی نبراید. غضبناک یوسف میدانم اما فراموش نکن که الله یگان چیز را به حکمت نمیآورد. غضب هم در آفرینش جای و هدفی دارد. جای غضب روی ظالم نیست سید بابا.
بله، حکمت غضب در نسبت ناحقی، ظلم، تنبلی، اسراف، بیهوده هر چیزی که باشد اراده نشان دادن است. خیر، من چی کردم؟ در زینه اول خطا کردی. کدام زینه؟ دشمن کلان انسان نفس خودش است. اول با او حساب و کتاب کردی. آیا به شوراندازی او تو مانع شدی؟ اما آنها ظالمند. در ترتیب خطا کرده باشم. انا همین جا نقطه است که نفس پایها را میلغزاند. شخصانی که ترتیب را همیشه به ظالمان بیرونه میدهند، عیب نفس خودشان را دیدن نمیتوانند. هیچ به فرقش نرفته خودشان هم ظالم میشوند. من هم ظالم میشوم. عاقبت آدمی که با قرجانی ها به جنگ نفس میدراید چی میشه؟ خودش هم قرجانی بری میشه. اینجا دیگر به قرجانی احتیاج نمیمونه. بیا بریم بچه. دستم را به بوسیدن ناآمدگی ها را یک یک از دیه خط میزنم. دنیا را تنگ میسازمش، هرچی باشد نباشد. اوچا جان، من آمدم. یوسفم، در کجاها میگردی؟ خواطر شدم آخیر. با سعید بابا با پلیس رفتیم. اوچا ها؟ خیر، نقل کن بچم کنی. عبدی رو ژاندارم ها به نظارتشان گرفتن. خدا جان، هزاران بار شکر. ایستید اوچا، ایستید. این قرجانی ها چیکار کردنشان معلوم نیست. میبینید که پگاه برآمده میآیند. شکر که سرت را به بلا نزده ژاندارم ها رسیده آمده. به من وعده ده که دیگر یگان کار نمی کنی. وای اپا، خلیل را هم ژاندارم ها بردند. اوچه بیاید پیش دادام می رویم. بسیار یاد کردم دادام را. ای اسکر، با حجت خونه رفتن خواهی قماندان رو انتظار شدن لازم. تا او اجازه ندید به یگانجا نمیبرم. از این طرف بیا. در اینجا یک سرژنت کلان بود، او یک موی سرسیاه. او را میپرسم امشب وی نوبتدار نیست؟ نه. پگاه سحر میآید؟ نه. کی میآید؟ نمیدونم. چرا نمی آمده است؟ به وی چی شده است؟ نوبتدار با آدمی زیر نظارت بوده گپ نمیزنند. چیزی شده ایستاده است عبدی. میگویم یگان چیزی نادرست نگویی. در کجا موندیم؟ مراد را من نکشتم. یگانه میدانستگی هم بیگناهی دادرم است. مراد را من نکشتم. سلاحش را تازه کنم گفته پایش را پرانده است گرنگ. فکر نکنید که با سلاح پیلا بازی میکنند. کودک برین است. از دکتر هم میترسد، از سوزندارو هم میترسد. مراد را من نکشتم. دیدم که دیگر چاره ای نیست. فریب دادم. با باغ میرویم گفته دروغ گفتم.
مراد را من نکشتم. بخت را بینید که چرخ کفید. وگرنه شما به دیه نآمده ما در بیمارخانه میشدید. محترم قماندان، عبدی حالا هم به دکتر رفتن ما را نمیدونه. التماس با اون نگویید، بعد از من خفه میشه. کشتم. به خدا قماندان، الیف دختری آرام، آدمی خوبی است. صحبت هن آمده ما با هم دیگر وعده داده بودیم. او آمد و بدیه آمد و در بین ما در آمده ما را از هم دیگر جدا کرد. الیف را دوزم افته از بالای همین تومد را کرد. مراد را من نکشتم، اما مراد را من نکشتم. نه قماندان، لازم نیست. التماس با آچم خبر ندید. او به این هم ما را دیر باز انتظار است. حاضر خبر از شما رسد دلشان میکفه. ساکنه اینه بیننی؟ تو را یکون کس خواب رفت گفتگی بود می؟ تک پای نکرد رفت، خواب رفت. گفته بودید که هزار مادر یک گپ نگردوند موری. کنی زودتر خیزر علی جنگیز را جغ زن. در حال به اینجا آید. اکاهایت تا حال نیستن. تیز شال زودتر باش لنده هرد. فقط ضرر. از پشت تو با آخرین ماشین دیر ماندم. چیکار میکنم اکنون من در اینجا؟ نمی اومدید یزنه؟ بین همدلی نخواهم اومدید. خالم را بهونه کرده اومدید که باز نگریزم ها؟ هم عیبدار هم زبان دراز. از خانه گریختر ناموسم را دو پول کردی. از حد گذراندید یزنه. به ناموسم تا حال داغی نآوردم یزنه. خالت رو به این احوال تا آوردی. بس کنید دیگر طاقتم نمانده. انا بین احوال خالت را. اصلا به این شما گناهگارید. خاموشم. از حجره دیگر شکایت است. بسیار غلغله میکنید. اینجا بیمارخانه است. آها گویا بسیار ایستادنی بودم در بیمارخانه‌تان. من به مهمانخانه رفتم. هر چی میخواهید کنید. گریه نکنید خاله جان، زیق نشوید. آمدم دادا، آمدم. خوش آمدی ساکینه. بخیر است؟ خیر است شر است نمیدونم. هزل مادر بیدار کردن. اکاهایم به خانه نمومدن. باز یگان اخمخی میکرده کسان. رئیس رو جغزن گفتن. چی گوید دیگر؟ هرچی نباشه رئیسی کار بود کن دارن. با من چرا گفته استوده و خیر جیمو دادت کجاستین رو گوی؟ زیغ نشو، حاضر میگویم. نمیدونم. مرا جنگ میکنه دکن هزل مادر. همه جورو سگ زیر کرده است. با پدرت برمیگردم گفته خورسان شده بود. فکری کردگیت رو بی ساکینه. من میبرم تو رو. من حاضر لباسم رو عوض کنم نشون میدم به وای سگ ها. یاووز عمر کنی به جوگه. اینها رو بینید نصف شب شده است و اینها حالا هم گشتم. کنی عمر تو امشب بودا باید خوب کن. خوب نه خوب نمیرم من با دوست نمیدارم را.
این چه خلقه عمر تقویت است تو بعد از آمدن او شما کسل شده با یوسف نیه با یوز تقویت خوب میروی بچم پگاه شب در خانه خواب رویم دادم رو یاد کردم بیا رفتیم بچه جان رفته خواب روید شما عمر بر این فکر میکنید اپا؟ این چی گپ است یوسف جون؟ زیق نشو کودک است او. هم قراجونی ها به گوشش میخونند. افسوس که عمر در دست قراجونی ها کلان میشود. بخیر است در این شب جما ساکنه بخیر است در این ساعت خلیل و عبدی خانه نآمدند باز گم شدند گرچه من گفتم که باز یگان نامعقولی اونها را ژاندارم ها بردند شما خوب هستید اپا؟ چه خیلی خوب باشم ساکنه دادرم در مزار شوهرم در حبس نه دیگر دادرم به خانه اومد گفته بودم مریم اگر اینجا می بودی اینجا هم زیبا می شد مریم برای من همش خوبو حزل خانم جنگ نکنن گفته اکهایت را انتظار شوی کی میداند چند سال پس میبراین آنها خیلی نگو ما رو نترسان اکنون چی میگویم؟ جزایی کردگیشون رو میبینن گوی؟ برای تو گفت زدن آسان است مرد باشی کنی رفت گوی کیست آنجا؟ کیست؟ ساکنه؟ توی؟ رفت منم خانم منم خب من از بین سگو چه خیلی میگذرم اکنون تور آگاه زن زبانت رو چی فرو بردی؟ وای رئیس در خونه نبود جمو من جمو را چیکار میکنم؟ تو گویی که یگان چیز رو میدانست است؟ نه چیزی رو نمیدوند یا توبه شاید اکه و دادر یک جای در با خانه ایستادن رو معقول دانستند در خانه کلان تقدیرم تنها ماندن بوده است چی خیل آغاگی است این چی خیل قصر آغاگی است اشمت در زمانهای تو همین خیل بود مگر اما ایست ساکنه اینجا بیا کیفتهایم را مال تیز بیا کنی یعنی سرجنت کلان در رخصتی است وقتای اخیر بسیار کار کرده مونده شده است خیر ما هم چون سردار بر رخصتی بر آمدنش را فرمان دادیم میفهمم کی رفته میتوانیم بچه و حجتهای لازمی را نویسند میرویم بیا میتوانم دادرم را ببینم میتوانید بیند خوب شد از قماندان خلیل آقا
از سبب به واقعه معلم علاقمند بودن دادرتان و معلومات داشتن شما خلاصه پیدا نکردیم. شما را آزاد میکنیم. از این پس یک جای بودنتان را نیز همچون تشبث به گریختن معنی داد کرده نمیتوانیم. یعنی عدالت این خیل میگوید. من بعد نیز یگان کار نادرسته که برای به وقوع آمدن عدالت مانع نمیشود. نه در آمدنتان را امید میکنیم. میتونید روید. محمد رو من نکشتم فلاکت بود. محمد رو من نکشتم ناخوش شد. عبدی محمد رو نکشتم ناخوش شد. عبدی بیدار شو. عبدی من میروم. مرا آزاد کردن. اکا ما رو پرتوستا میروی؟ خیر چی کنم عبدی؟ اینجا بسیار مخور شد. از این پس در اینجا زندگی میکنم گویم. راه الیف رو یو باکا. شما باید چی ها کردید؟ اما وای آمده ما را پشتیبانی کرد. تنها او ما را از این حالت خلاص میکند. به عدالت باور کن عبدی. باور کن. حتما تو را خلاص میکنم. راویل فرایاب کاری درست کردی دخترم. کاش که از اول همین خود رفتار میکردی. چه رفتار میکردم؟ طرفدار عبدی میشدی. چرا این خیر میگویید خلا؟ من یوسف رو حمایت کردم. رفته یگان بلا رو به سر نآورد. گفته عبدی رو خبر دادم. او رو پشتیبانی کردن رو یوسف فهمید. گفتم کو فکر میکند که عبدی رو طرفگیری میکنم. نه اغزو خیر، من هم همین رو میگویم. مادامی که عاقبتی کار همین خیل میشد، کاش که از اول عبدی رو. صبح بخیر. شب رو چه گذراندید؟ صبح بخیر اوچه. با تو هم صبح بخیر یوسف هم. بر وقت خیستید امروز؟ با نانی گرم نانشته کنیم گفتم بچم. عمر حالو هم نخیست اپا. اپا بین یوسف، چند سال پیش وقتی که از دیه رفتی از پشتت بسیار گریه کردم. بین اویله ها جنگ نبراید گفته با قراجانی ها کلین شدنم را معقول دانستند شدم. بسیار گریستم. عمر تولد شد. هزل خانم به نزدم مبارک بادی آمد. به گوشم آمد که رفته رفته به دادرت مانند یک بچه تولد کردی گفت. بسیار گریستم. اوچه بیاید به خونه رویم. دادم را یاد کردم. دادم را بسیار یاد کردم. بیاید اکنون خونه رویم. مایلش بچم مایلش می رویم. اما مثل یک چند ماه آخر هیچ گریه نکرده بودم. حالا باشد برای مراد می گریم. یعنی به همه اینها من گناهکارم همین خیل؟ این چی گپ است؟ سحر قطعی خوابتان را گرفته نتوانستید مگر؟ هیچ خوابم نبرد کوچه. چندین سال پس بار اول با دادرم در یک خانه خواب رفتیم. اما هیچ خوابم نآمد. یوز
من خانه طلبه ها را یک گشته امروز درس هست گفته خبر کنی میروم. باز درس نیز فکر نکنی. مکتب رو تو میکشایی. می آمدگی ها از نزد در بر میگردند. بچم این خیل می شود مگر یک جای نانشته نکرده می روی. نان قاق بس است لوچه. حتی برایم زیادت است. پسرم یوسف، من و آدم رو دوست داشتم. یوسف چی کار کنم؟ دوست داشتم. از همه مشکلش هم همین است. من تولد نمی کردم. قراجان نیستی می گفتم. اما چی چاره که قراجان هستی؟ یک تا یک دادرت رو هم پشتیبانی کرده نمی توانی. احوالمون چی می شود خلیل؟ چند بار گپ زنم آچه. سرجان در آنجا نبود. معلوم است که بلایی به سرش آمده است. خیر آمده است، با ما چی؟ سال هاست که همین خیل است. اینش رود دیگرش می آید. ما چی؟ ما این خیلی مگر مرا گوش کن. هر بیشه را درخت است که تبر به کار نمی آید خلیل. ما انا همان درختیم. آن درخت را تبر نمی گیرد، اما روزی می شود یکی از شاخهایش می پوسد. انا همان شاخچه تو هستی خلیل. خلیل آقا، کنی بگو شاخی پوسیده را نبوری چی می شود؟ تو خواجگی را نغز می فهمی. درخت تا ریشه‌اش پوسیده می رود، بعداً می افتد. اما من این درخت را نه به کرمهای تخته نه به شاخهای پوسیده چپه کردنش را اجازت نمی دهم. فهمیدی مرا؟ لازم آید به سر این دیه خودم چپه می کنم، اما به دیگران چپه کردن را اجازت نمی دهم. اگر در تگش موندن نخواهی تو هم خودت را به دست بگیر. فهمیدی بی؟ میلش آجم. مادامی که این خیل است ماند که از گلای مگان چیزی گرم گذارد. بعد از آن خودم را هم دیه را به دست میگیرم. وای آقام چی میخواستید؟ بقلوه میسم بوسمی؟ یک چای نوشم بس است آجه. یک پیاله چای گرم. ساکی نه. گمشم. رو چایت را در قهوه خانه رئیسی کارناشایم نوش. فهمیدی؟ آچه امروز همه چای ها از من. چرا جشن میگیریم جمو؟ خیر مادامی که همه‌تان در این جای است شما خبر ندارید. دین شب ژاندارم خرجانی ها را به حبس گرفتند. الله ای خدا نه مراد را کشتن گفته. کدام خرجانی ها؟ خلیل و عبدی را. او من نوکمتر پیشتر دیدم خلیل رو به خانه می در اومد. حالا باز خلاص خورده نه؟ نه حالا سر دادن گوی. مرده با مرده اش شماند برادر. کردار نشه با خرجانی ها. صبر کرده میشنی. با من نگره هر کس پول چای نوشیدگیش رو میدهد. چای به پول نبود مگر؟ با چای به پول بود کجا ما؟ در کجا دیده چای به پول رو؟ نیست چای پول. چی گپ از اینجا؟ این چی قلاقلا؟ این چی گپ؟ نوشید خاله جان. تشکر. یاز نماید من یک بدیه رفته لباسایم رو عوض کنم؟ میلش خاله؟ نه لباست رو عوض کرده زود برگشتنت لازم نیست. نغزکک دمگیر رنگ و رویت زرد شده است. مونده شدی. یاز ند رو انتظار نشو.
کایها به ده برگشتگی است. هزال خانم، والله نو خبردار شدم. از جیما شنیدن زمان زود آمدم. اگر از اینها خبردار می بودم هیچ در نزد شکر نمی ماندم. بین هم در بیمارخانه پوری دکتر، پوری همشیره، یگان چیز شودید. بس فردای پسری من در خطر است. تو در باره بیچ بیچهای زنی می جنگ خود نقل کرده ایستاده ای؟ این خیل نگوید هزال خانم، احوالش وزنین، جراحی لازم. برای جراحی باشد پولی بسیار لازم میگویند. همراه شکریه کی است؟ الیف است. به الیف گفتی که خالت از پشت تو به این احوال افتاد؟ گفتم. چی جواب داد؟ پشیمان است. از عبدی را رد کردن خیلی پشیمان است. بینید از دست یوسف خلاص میکنم گفته آمده. وای مسئله تمام علی جنگیز، بلا بپسش. دختری از خانه گریختگی را من به پسرم گرفته دهم. الیف کشتی مرا کشتی. علی جنگیز، عبدی از این پس از الیف دور میگردد. فکرتان درست. فکر نکن که من عبدی را تا آخر در آن حولی نگاه میدارم. البته این خیل فکر ندارم هزار خانم. گپ نزن و مرا گوش کن. این خیل یا اون خیل عبدی از حبس میبراید. الیف خواهد که عبدی از او دور باشد. بیانات ما میخواستگی را به ژاندارم میدهد. فهمیدی؟ الیف را همه یک جای شده باید راضی کنونیم. اما اول یک کار دیگری داریم. حال شد گوید هزال خانم. خلیل، علی جنگیز همه دیهاتی ها را جمع کرده می آورد. دستمان را می بوسد. تو هم اگر خودت را به دست می گرفته باشی دستت را بوسانده. از این پس به دوست و دشمن آقاییت را نشان ده. حالا مریم برگرده دوچه، بعد میبینیم چی میشه. خیلی خوب گفتی. زنش خانه آچش گریختگی آقا می شود مگر؟ این به شأن ما میزیبد بگو؟ اما من به این کاردار نیستم. میروی و زنت را از دستش گرفته میاری. ناید کسانی که دستمان را نمی بوسند به سرشان هرچی می آید او به این راضی می شود. رفته شکری را می بیارم. لازم نیست. ما رفته دستمان را به زنت خودمان می بوسانیم. به زنت و به همراهانش. به شخص پول دهنده تشکر نگفته زیر کارت خواب کردن نمی خواهد. البته کنی اکنون رفته دیهگی ها را جمع کنید. مایدش خلا، من زود به دیه رفته می اویم. من به تو چی گفتم؟ امروز نغزه که دمگیر پگاه می اویی. خوب لیکن در نزد شما کی میستد خلا جان؟ خیریت یافتم شما را. خوش آمدی امینه. خوش باشی. شفا بده پا. تشکر. زحمت کشیدی دخترم. اینی چه زحمت. چند وقت است که به من بازخانه برای گرفتن لباسهای اکرم می اومدم. اما هیچ پایم نمی کشید و نه اومدم. ترسیدم. گویا که چی می دونم اپا. زیق نشو. این کاری ما رو بینید. با عادت بیمار اومدم و سر شما رو هم گران کردم. این خیلی نگوی. معذرت میخوام اپا. امینه. 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 با تو چی شد؟ امینه اینجا شین. شین. دخترم خوب هستی؟ نغزم. امینه یگان چیز بیارم. آب بیارم. نه جانم. خواطر نشوید. از حساب خنوکی است. آیشگل بسیار بیمار است. آه خدا، یعنی آیشگل بیمار؟ مایلش نقص شود. بعد می آید این خیل باشد. او هم زیگ می شود. با درسو از نو شروع کردیم. بگوید با او ناهیده اپا. شاید تستر صحت شود.
برای کار یوسف. سلامت باشید. چی شد؟ بیمار شده است فاضل، بیمار شده است. خیر میلش، امروزش را با شمایان میگذرانیم. وقتی محکم بودن مکتب خیل و دویده بازی کرده شمال کشیدگیتان معلوم شد. فراموش کرد. کودک کسل. شما همه مردم رو جمع کنید. آهسته آهسته به نزد قصر بیارید. مایلش من نامده و درون ندارید. تو چی کار میکنی خلیل؟ حساب میپرسی رئیس؟ رو گفتگم رو. همدردی بیان کردنی نیستی؟ مرا روبرویت انتظار نبودی. زبانت لال ماند. ژاندارم ها گرفته بردن میدان به تو میموند گفته فکر کردی. میدانستم که تو را زود جواب میدهند. برای من مهمش آن است که قاتل دادرم جزای سزاوار شده اش را گیرد. گفتگی را بینید. تو جزای سزاوارت را میدیدی حالا در اینجا نمیشدی. همین قدرک وجدان میداشتی. در این کوچه ها این خیل براحت نمیگشتی. کنی بچه ها شما با مکتب روید. من اندک پس می آیم. ببین دادرم محمد هم همین خیل دویده بازی میکرد تا کشتنی تو. وقتی از پشتی پدرت با بچه های در خوجگی کار میکردگی ظلم و آقا بازی میکردی، با محمد من بازی میکردم. از مردن وی زیادتر از تو من غمگین شده بودم. از حد گذراندی یوسف. اصلا تو با وجدانم زبان دراز کرده گذرانده ایستاده ای. اما وجدانم پاک است. آن وقتها چند بار فهمونده بودم. وقتی که من از دست عبدی میلتق را گرفتم محمد الکی مرده بود. این ناخواست شد. بعد پراندن میلتق به دست من شد. اما مرا گوش نکردید. کودک میده را مثل قاتل خونخور گناهکار کردید. بس است. روزی دراز بیج بیجی تو را گوش کردنی نیستم. کارهای میکردگی دارم. رو از عبدی پرت خلیل. او همه چیز را میداند. چه خیلی که من فلاکت نبودنی مرگ مراد را میدانم، عبدی باشد فلاکت بودنی مرگ محمد را میداند. اسکر پاچه برم کرد. پاچه می سوزد. برم کرده. تو برام بکشی الیف. رحمت امینه. من به هر هفته لباسهایم رو عوض کرده برمیگردم. امینه رو انتظار نشو. تو هم نبیا دخترم، مونده شدی. رو دم گیر. این خیلی نگویید خاله جان. تیز رفته برمیگردم. شما خواطر نشوید. الیف دخترم خوب هستی؟ شد الیف با تو چی شد؟ الیف دختر همشیره دختر بیاید. الیف بهوش شده است. الیف چی شد؟ کنی جانم با سینف. کنی بچه ها تنفس تمام. با سینف درآید. کجا شدیم بچه؟
халил اوچه барои юсуф омада бошӣ аввал маро куштанат лозим донистагир. ин чӣ хел гап оча? ман ҳеҷ гоҳ гапатонро ду накардам. داداجان من شما رو یاد کردم. آچه بینید ما گینا رفتیم دادام اومد. اوچه اگر اجازت دهید از دست مریم یک پیاله چای نوشم. از دین باز یگان چیزی گرم از گلویم نگذشته است. ба ман нигар. юсуф омада монад ҳам ягон хархаша намешавад, фаҳмидӣ? майлаш даро. بیای داداجان. این چی گپ ابله؟ من دست آنها رو نمیبوسم. این چی گپ ابله؟ هر چی که فهمیدی زنکی ابله نمیفهمی؟ نامدیگارا گورشان رو میکنن گفتم به تو. میکنن کندن گیرن. خیر چی شده است؟ آقاگی هم یک آداب است. از اینو چی؟ تو کی میشه که با آقاهای من زبان دراز میکنی؟ خیر رو. خیز رو پای آقاهایت رو بلیس. رو! ما رو یک عمر لطو کوب میکنن. این باشد از یک شپاتی دیوانه شد. چه رو بینم؟ کنی خزت میرویم. خزت راه گردید. مونه چویهاشون رو تمام کنن؟ تو اکنون با سرم بالا شدی. ایلی بس نبود که تو باز پیچی رو سر کردی ها؟ چی گفتم دادا من حاضر. دمت گیر یگان چیز نگوی. دیگرها بریم به پیش درا. دست قراجانی ها رو میبوسی. چی گفتی تو ابله به من؟ چی گفتی؟ دادا من شما رو نگفتم، به خدا من قراجانی ها رو گفتم، به خدا. دادا داو بچه جان بازی کن. بسیار خنک بود می. خنک. به تو همه جا خنک مریم. تنها محبس خانه خانه‌مون هم حجره‌مون هم. مریم نمی شود خلیل. نمی توانم. چی؟ نمی توانی مریم؟ گپ زن آخه. به خانه بر نمی گردم. می دانم که تو در دیگر خانه زندگی نمی کنی. من هم با قاتل دادرم در یک خانه ایستاده نمی توانم. با قاتل دادر در یک خانه ایستاده نتوانی؟ با قاتل دادرم در یک خانه میموری. خلیل سرده دخترم رو خلیل. رفته مریم. دخترم رو چی کار میکنی؟ خلیل تو چی دیوانه شده ای مگر؟ مریم بیا. بیا من. رفتیم مریم. روگز. رفتیم مریم رفتیم. برو خلیل سرده اوچه سرده. من با تو نشان میدیم. دفع از اینجا. دفع گفتم از اینجا. رو از اینجا. رفتیم مریم بیا. لعنتی گم شو از اینجا. با تو میگویم مریم بین یک ساعت همه دیگه دست و پا کم ها رو بوسیدنی میآیند. یا در اینجا میشه یا دیگر اون رو نمیبینیم. سرده بچه دستش رو سرده خلیل عمر
инқадар одамро бо худаш гирифта ба куҷо мебурда бошад ин Сулаймон? хез рафтем. вақт дарс тамом шуд. хез қараҷониё даст мебусонанд. хез бачам меравем хонаи кӯдаконро ба куҷо мебаред? меравем. рафтем. истед охир ба куҷо шумо? қараҷониё даст мебусонанд. ҳанӯз дарс тамом нашудааст? қараҷониё даст мебусонанд. вақти дарс аст муаллим? گذارید. دستی من رو بوسید گذارید. گذار آخر. خواهشتان را دیرتر به علی جنگیز میگویید. خواهشمان سلامتی شماست. خوشبختی و سایبانی سرمان بودنتان. هیچ شده است؟ چرا دستانتان را میبوسند؟ اید است بچم. اید است. ایدی قراجانی ها در آینده دستی تو را هم میبوسند. حالا کلان شو. باشه چرا چم نامد داده؟ می آید بچم. او هم در آخر می آید. آمدگی و ناآمدگی ها را در یاد گرفتی؟ هیچ پروا نکنید حضرت خانم. همه‌شان را نامنویس کردم. پروا نکنید. قسمی زیادش آمد. کمش ماند. سلیمان، زن و بچه‌ات را نمیبینم. بخیر است؟ به جای اونا هم من بوسم؟ میدانی که هر کس را حسابش علاهیده است سلیمان. راست میگید. گپتون درست است اما در این خیل کارها وکالت نمی شود. راست میگویید. گپتون درست است اما یعنی بیمارند. بسیار بیمارند. کودک شمال کشیده است. بدن کم گذشته است. بیماری سرایت کننده بد است. احتیاط کن که به تو هم نگذرد. бачаҳо истед. кани бачаҳо ҳар кас ба хонаи худаш. ҳоно дасти қараҷони. дасти қараҷониҳоро ту боз. кани бачаҳо ба хонаатон равед. эй бача. боз нотинҷ месӯзад атроф лаънатӣ. аз куҷо медонӣ? фаҳмидагез чӣ будан аст бо қараҷониҳо сар ба сар шудан? аз дасти кӣ омада буд ки ин гаранг фикр мекунад ки метавонад? یوسف آقا کنی تو راه بچم بازی کن. راه چی فایده داره؟ بعد از این ساعتون از دراشون. یوسف، با تو دستی میبوسیدگی ندارم. نغز نگر کی طرفداری توست کی طرفداری ماست دانستگی. ман мисли шумо касеро ба касе душман карда тарафҳоро ҷудо кардани ният надорам. бо тарсондан ё ваъда додан корфармонданро намедонам. аз ин ро миёна раваку косалес ҳам надорам. дар ин ҷо ин хел бисёр буданатон аз он аст ки ба сохте ки бино кардаед касе ҷасорати зид баромаданро надорад. дар ин ҷо танҳоям дуруст. зеро аз гуфтани ҳақиқат намеҳаросам. ман ба ин деҳа барои бо қараҷониҳо сарбасар шудан не, мактаб кушода муаллимӣ кардан омадам.
ба инҷо омаданам на он аст ки рӯи қараҷониҳоро бисёр дидан мехостам. ҳамчун муаллим барои фаҳмидан омадам ва мебинам ки ту гузарондӣ, дидагиятро дидӣ, ба сарат чизе наомада рав аз инҷо. ва мебинам ки ин деҳа аз фикр мекардагиам ҳам зиёдтар ба мактаб эҳтиёҷ дорад. халил мон равад. нишонаҳое ҳаст ки аз бисёр асабонӣ шудан зиёд мешаванд. ин шаб ин ҷо монданашон шарт аст. баъзе таҳлилҳо гузарондан лозим. аз рӯи натиҷаҳо аҳволашонро аз нав дида мебароем. шифо ёбад. хуш бошӣ. کودک کسل کودک کسل اوی 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 کلی نوش شفا بیابی شفا شفا بیابی. یوسف شنود باز دیوانه می شود. من چقدر دیوانه نمی شوم اوچه. من چقدر صبر میکنم. خلیل گفتگیش رو میکند اوچه. عمر رو دیگر نمیبینم. اگر قوه به اون خونه برگشتن میداشتم تنها برای عمر میرفتم. اما نیست. اگر یوسف به این کرده زند یک عمر دیگر نمیبینم بچم رو. به خلیل یک روی کردن لازم نیست. آفرین یوسف اکامی. چی خیلی گپ زده دان؟ حیران موندم والله. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب جما. افسوس که یگان فایده هم نرسیده است. خیلی نگوید یوسف اکا. بینید من با شرافت شما جسورتر شدم. خیر کمی دیر موندم و اما چی کنم؟ تو آواز دلت رو شنیده برآمدی جما. از سبب گفتگی های من نه. تو آدمی که دیگرها هم با آواز دلشون گوش ندهند، قرجانی ها با ترساندن یا وعده ها آنها رو در آنجا داشته موفق می شوند. برای این خیل نشدنش یا وجدانت رو گوش کردن لازم یا دیوانه بودن. نلرز ایرو بطگی سرد مان خلوک نخور انا من رویت رو میپوشانم خلوک نخور انا نلرز خوب میشوی نلرز. علی چینگیز حالا ما این کارها را شین کن یک پیاله چای نوشیم. بیا اکنون چای سردم نوشیدن را سزاوار بودگیستیم. جما یک چای بیار. کجا شد این چای؟
شکرش کجاست ابله؟ چند روز شد دکان محکم است کو. با همین سبب شکر نگرفتیم. این سحر یک چایی به راحت نمی نوشیم چی بلا؟ گلی با من بیا، از دکان شکر می دهم، اما چایم را بعد می نوشم. بیا. یعنی همین خیل خلیل آقا مایلش قبول است. خود کرده رو دوان نیست. عقلت را به جایش من یوسف. من قبول نمی کنم. باز در مسئله عمر رازیگی اپت را نگرفته یگان کار نمی کنی. فهمیدی؟ دانستمان. در این کارها شناسبازی بودنش را تخمین میکردم، اما این قدرش را ندیده بودم. چند ساعت شد سلیمان؟ به خدا آقا ساعت را نگاه نکردم، اما کم شد. خیر، در این وقتی کم چند پول جمع شد؟ فهمیدم بسیار شده است. در اینجا حساب نکن، بر در خانه حساب کن. مان در کیسه. حتما باید گویم که از تو است. خدایا، تو پیر شده ای. قهر نکن کرنگ. یعنی گفتن میخواهم که 39 سالی در خواجگی از قفای کودک و جودک دویدن را گذرانده ای. آقا شاید به جای عبدی اینجا مرا نه، به اینجا عبدی زیبندم. ما رقابت را دوست نمیداریم، میدونی. در دیه دیگر دکان هم نمی شود، اما در شهر یک فکر کن. دکان سلیمان چی گفتی؟ در شهر از دیه زیادتر میابی. خودت حساب کن، خودم میارم، مالهایت رو میخرم، 1 سال اجارت رو هم میدهم، اما یک شرط دارم. بفرما. نه، این دفعه کاری میفرمودگی نیست. این تکلیف هم تنها 1 بار میشود. با کیره ها بر این ناز نکن. امشب فکر میکنی، پگاه با من قرارت را میگویی. فهما؟ مایلش سحر قرارم را میگویم. نه، گوش کن نباشد. چی میخونی؟ با درس ناومدی به من نگر. باز تکرار شود مادرت رو جیغ میزنم. دانسته گیر. فهمو؟ در کجا بودی؟ نمیدونید همین خیل نه؟ چی؟ درباره من هیچ چیز رو نمیدونید. چی رو دوست میدارم، چی رو نمیدارم، پنهان شدن خواهم، به کجا میروم، از هیچ چیز خبرتون نیست. مراد اکا هم میدونستن، مرا مثل 5 پنجهشون میدونستن. شاید من هم برای خود یگان جای پنهانی یابم. بچه
به شما گفتنی دارم. شما حالا هم با اینها مشغول هستید؟ آدم میشدی و پگاه به سرمون چی آمدنش را از تو میشنویدیم. خرمی شرمی تو میگفتی وی را. یعنی چی؟ با گفته این چوب ها حرکت کنیم؟ من عهده برای تو تکیه کنیم؟ یک دختر را قپیده نتوانستی و دادرت از پشت تو حبس شد. یا که سری دادرت به درد درآید گفته تو دختر را رها کردی. دینی شما چی میگوید آچه؟ دختر را سوزانده نشد، اما این را میسوزانم. نصف میکنم این را. این کار را نکن خلیل. خلیل این کار را نکن، مرا نسوزان. دستت را گیر نکن میگویم نکن. آچه ما نکن این کار را. با خدایت آچه. آچه آچه پدرت زنده می بود یگان تا این کارخانه می شد. چند کس ماندیم. ددم رفت، عبدی رفت، مریم رفت. بینید تنها هر دویمان ماندیم. ما هم ایستاده یکدیگرمان را میخوریم. به یکدیگرمان را خوردنمان بیشتر که ها خرسند می شود میدانی. پروا نکنید آچه. تا این زمان اگر صبر کردم برای مریم بود، اکنون که او هم رفته است جزای همش را میدهم. کی بودنی قره خلیل را همه میفهمند. بخیر است انشالله. کیست آنجا؟ خوش آمدی یوسف. بیا خانه دارم. ناراحت کردم سعید بابا. کجا هست یوسف جان؟ در کوچه به اختیار میگشتم که از نزد درتون برآمدم. عمر انسان هم خیلی میگذرد یوسف. به اختیار میگردیم و خود را از نزد چندین درها گذران میبینیم. بسیار وقت به فرقش نرفته گذشته میرویم. نقص که حالا تو با فرقش رفتی. همین خیلی در نزد در گپ میزنیم. بیا به خانه دارم. درا بچه. انسان که تنها ماند حتی با چای دم کردن هم تنبلی میکنه. شما نمی بودید من چی کار میکردم سعید بابا؟ چی کار؟ یکون چیز میگوی یوسف جان؟ نه سعید بابا، با اینجا گپ زدن نه، بلکه گوش کردن آمدم. لازم است پسرم. بعضا خاموشی هم لازم است.
چیکار کردی ساکینه؟ با خودت چی شد جیمو؟ پدرت بعد از قصر یگون چیز کرد؟ دو توز کردند و اما نفسشون نرسید. اینه یوسفک هم چه خیلی زیبا گواب زد. یوسفک؟ لابای جیمو. ما هم در باره شما گپ میزدیم. بعد گپ میزنیم. با شهر رفتن در کار. با ماشین دیر نمانم. مادرم در بیمارخانه او رو خبر گیرید. الیف اپا هم نمیآید. دادم چیزی نمیگوید. اقلا شما خبر بیارید. حتما میدرویم جیمو. سلامت باشید یوسفک. بچه وقتی که یوسف محمد رو کشته بود شما در کجا بودید؟ از کجا برآمد این حاضر؟ من آن روز در خواجگی بودم. نمیدونم. میخواستم فهمم شما با چشمتون دیدید؟ البته دیدم. مایلش بچه. ما را چلو کردی الیف. لیکن من تو رو حالا هم دوست میدارم. حتی زیادتر دوست میدارم. الیف از من این خیلی آسان خلاص نمیشوی. آسان خلاص نمیشوی الیف. اما از من با آسانی خلاص نمیابی الیف. خلاص نمیابی الیف. خلاص نمیابی الیف. بعد از بیهوش شدن چشمانش رو نگشود. اوه اینقدر چیز آسان نیست. امینه؟ تو در اینجا؟ برای همین دین شب در خانه وای خواستم احوال شکریه را از تو پرسم. در ده چی گپ و خبر علی جنگیز؟ ده همی؟ من تو ده همی هرای تیار شو. چه تیار شوی؟ چی ها میگوی علی جنگیز؟ میبرند تو را امروز. کمی بدتر آمده تو را میبرند. چی ها میگوی تو علی جنگیز؟ تلخ کف میکنی مرا. چی خیل میبرند؟ چی خیل میبرند؟ جراحی میکنندت. پولش را دادم. دیگر درد و پردی سرت نمیماند. اپا این خیل نکنید. برای بهبودیتان است. بیهوش شدن هم مثل مرگ است. با من چیزی شود. از دهانتون شمول برد. با من چیزی شود. یعنی بینید این خیلی یک و یک باره خبر که دادید چه گفتنم رو نمیدونم. چیزی میگفتنی باشه گوی. در ده کسی رو به صاحب مونده نمی شود. چی گفتن میخوید اپا؟ با من یکون چیز شود.
یکدیگرتون را نگاه کنید، یکدیگرتون را دستگیری کنید. گفتنیم نگاه کن گفته دو. من یک الیف رو بینم چی؟ چند ماه؟ چی چند ماه؟ تشخیص کردنتون لازم. انی قش را گفتن نادرست می شود و شاید حامله باشید. خدا جان، اکرم فرزنددار می شویم، پسردار می شویم انشالله. اکرمم به دنیا می آید. در این یشل پینر بین یک چند ماه اینقدر بسیار واقع شده است. اشمت قراجانی را مرگش، اکرم را فشارش. به هر حال همه اینا به شما یگان علاقه نداشتگی است. نه عبدی قراجان چی گفتی؟ نه الیف بیدار شو. الیف بیدار شو دخترم. با تو یک خوش خبر است.